با سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. کانی کوارتز یکی از فراوان‌ترین کانی‌های روی زمینه. کلاستر کوارتز که در تصویر مشاهده می‌فرمایید در واقع مجموعه‌ای از بلورهای کوارتز هستند که به صورت طبیعی و بر روی یک پایه سنگی کنار هم رشد کردند. به عبارتی در مکان‌هایی تشکیل میشن که محلول‌های غنی از سیلیس آرام آرام سرد بشن. ساختارهای کریستالی شفاف و درخشان جلوه زیبایی رو به این کانی کوارتز میده. این کانی جذاب به دلیل سختی زیادی که داره و شماره 7 رو به خودش اختصاص داده و همچنین تنوع رنگی زیادی که داره در بین ما زمین شناسان و همچنین در بین کلکسیونرها بسیار کانی و سنگ محبوب و جذابیه. از اینکه همراه ما هستین و همیشه کنار ما میمونید سپاسگزارم.